دادگاه نویه روشن، آموزگار مکتب رقم 7 دیهه باروشان نظر خاتون غلام قادرова و آوازخوان محلی محمد عطا دولت نظرов را با جرم ویران کردن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان جریمه بسته است. منبع این خبر مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان درباره حجم جریمه چیزی نگفته است. جریمه برای ویران کردن قانون تنظیم طبق ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان از 50 نشان دهنده برای حساب یعنی از 3000 تا 6000 سامانی تشکیل می‌دهد. آموزگار 33 ساله مکتب که مادر 4 فرزند بوده است به آن گناهکار دانستند که برخلاف ماده 8 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان عمل نموده، 30 ینور سال 2021 با روزیگی دیرکتور مؤسسه تعلیمی مذکور و دعوت 45 نفر آموزگاران در آشخانه مکتب میانه رقم 7 نویه روشان با آراستن ضیافت جشن زادروزش را قید نموده است که آن برخلاف قانون بوده. جشنگیری زادروز عمل اختیاری بوده، گذرانیدن آن تنها در دایره عائله مطابق به قانون مذکور صورت میگیرد. زیاده از آن حقوق ویران کننده غلام قادرova به جشن زادروزش سراینده دولت نظرov را دعوت نموده است که آخرین در این جماعت خدمت رسانی نموده است. تاکید کرده است دادستانی کل دادستانی نویه روشن وابسته به این حالت نسبت غلام قادرova نظر خاتون و دولت نظرov محمد عطا رامی خدایویچ بر اساس قسم 1 ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان برای ویران کردن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز کرده دادگاه هر دو را در نهایت جریمه بسته است. در این اثنا از طرف پروکراتور نویه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان به عنوان مدیر شعبه معارف امین ناحیه بهر برطرف نمودن قانون ویرانکنی ها و به جوابگری انتظامی کشیدن دیرکتور مؤسسه تعلیمی و آموزگاران در جشن زادروز شرکت داشته حجت اعتنایی پروکوروری ارسال نمود.